ویدیوهای زیادی از جنگیری وجود داره که هنوز علم دلیل منطقی برای اونها پیدا نکرده. امروز چند نمونه از این جنگیری ها رو میخوام براتون بگم و داستان پشتشون که چه اتفاقی افتاده که این افراد دچار تسخیر و جن‌زدگی شدن. اولین پرونده که شیطان در کنتیکت آمریکا سال 1981، پرونده که حتی فیلم کانجورینگ هم یکی از قسمتاش رو بر اساسش ساخت. در این پرونده پسر نوجوانی به نام دیوید دچار توهمات و رفتارهای خشن شد. کشیشا گفتن تسخیر، خانواده گفتن جنگیری کردن، اما مشکل حل نشده. دیوید داستان خودش رو در مستند جنایی واقعی نتفلیکس شیطان در دادگاه روایت کرده. یعنی اسم اون مستند شیطان در دادگاه هستش. در قسمت 3 فیلم کانجورینگ شیطان مرا وادار کرد روایت دیوید به تصویر کشیده شده. دیوید به یاد میاره زمانی که خواهرش دبی میخواسته به خونه دوست پسرش آرن نقل مکان کنه، او و همراه برادران بزرگترش برای کمک رفته بودن. دیوید میگفت به نظرشون خونه خیلی عجیب بوده و احساس میکرده یه چیز غیرعادی تو اون خونه وجود داره. دیوید میگه که من میخواستم هر چه سریعتر از خونه فرار کنم و میگه که موجود شیطانی رو دیده که توی لباس هالووین بوده و چشماش سیاه مثل زغال سنگ. دیوید که خیلی ترسیده بود به خانواده‌اش میگه که اون موجود روحش رو میخواد و از اونها التماس میکنه که کمکش کنن، که خانواده خونه رو اول تبرک میکنن. بعد هم خواهر دیوید دبی با وارنها تماس میگیره. اون موقع وارنها به دلیل پرونده آمیتیویل خیلی مشهور شده بودن. وارنها میگن یک توده بزرگ و تاریک کنار دیوید بوده و وارنها به این نتیجه میرسن که دیوید تسخیر توسط یک موجود شیطانیه. کلیسای کاتولیک هم اجازه جنگیری به اونها میده. ماها بعد آرن دوست پسر دبی صاحبخونه‌اش آلن رو با چاقو زخمی میکنه و ادعا میکنه که تسخیر شده و میگه که همون موجودی که قبلا دیوید رو تسخیر کرده به نحوی در طول جنگیری به آرن منتقل شده. آلن به خاطر اینکه جراحات خیلی زیادی داشته بر اثر اصابت چاقو میمیره و آرن هم در چند مایلی محل حادثه پیدا میشه و دستگیر میشه و ادعا میکرده که شیطان اون رو وادار کرده که این قتل رو انجام بده و توسط قاضی این مسئله رد میشه و به قتل غیر عمد محکوم میشه و اینکه باید دوره 10 ساله تا 20 ساله رو میگذرونده، اما به خاطر که رفتار خوب داشته 5 سال رو فقط میگذرونه و بعد از اون آزاد میشه. من فایل تصویری در مورد این جنگیری پیدا نکردم، ولی یه فایل صوتی وجود داره که نشون میده دیوید انگار واقعا تسخیر شده بوده که در ادامه براتون میذارم. In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, never. You are not strong. You're weak. You're weak. پرونده بعدی پرونده کلارا هستش. آفریقای جنوبی سال 1906. یک دختر 16 ساله که میگفت روح شیطانی درون اونه
و نقش شده که به چند زبان صحبت میکرد بدون اینکه قبلا بلد باشه و رفتارهای خشنی داشت. کشیش‌ها چند جلسه جنگیری ثبت کردند. کلارا رفتارهای نامنظمی از خودش نشون میداد. لباساشو پاره میکرد، به زبانهای مختلف صحبت میکرد، قدرت فراانسانی از خودش نشون میداد و بدنش هنگام تماس با آب مقدس میسوخت و بدنش در مقابل 150 نفر شاهد شناور شد و سرانجام هم که جنگیری ها موفقیت آمیز بود. پرونده بعدی پرونده رولاندو الهام بخش فیلم جنگیره. پرونده پسری با نام مستعار رولاندو که رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرعادی داشت. این پرونده در دهه 40 آمریکا اتفاق میفته و کشیش‌های کاتولیک بیش از 30 جلسه جنگیری انجام دادن و گزارش دادن از تکان خوردن وسایل، داد و فریادهای عجیب، جراحات سطحی. پرونده دیگر و آخرین پرونده که خیلی از یوتیوبرها راجبش صحبت کردن و ویدیو ساختن، پرونده آنالیز میشله که در سال 1976 توی آلمان رخ میده و دختری که سالها با افسردگی و رفتارهای غیرعادی و حملات عصبی دست و پنجه نرم می‌کرده. خانواده که فکر می‌کردن تسخیر شده 2 کشیش رو میارن و 60 جلسه جنگیری انجام میشه و آنالیز هم بر اثر سوء تغذیه کمابی از دنیا میره و کشیش‌ها و والدینش به قتل غیر عمد محکوم میشن.